مراد بکن یک زازا هست. سلام مراد. سلام. خوش اومدی. ممنونم. برای جواب دادن به سوالات بیننده ها آماده ای؟ آمادم. یکم در مورد خودت مراد بگو. بکان بینگورلو، مدیر عامل فدراسیون مجموعه زازا هستم. زازا به چه کسانی میگن؟ زازا یه ملته، یه مردمه. زازاها ملتی هستند که از زمانهای خیلی گذشته تاریخ تا به الان از دجله و فرات و از زاورت و دیلم ایران، یعنی شمال ایران و اطراف دریای خزر مربوط میشن. تاریخچه کلمه زازا چیه؟ از زمان خیلی گذشته تا الان با زبانی که مردم بتونن بفهمن بخوایم بگیم سومه ها، آسوری ها، امپراتوری ها، پارس، خیلی با کلمه زازا مواجه میشیم. به خصوص 500 سال قبل از میلاد در دوره امپراتوری پارس داریوش اول، جایی که روی سنگ نوشته شده تو جغرافیای ایران، از دجله و فراتی که حرف میزنیم در مورد منطقه زازارا میگن. و بازم تو دوره سومرها تو کارهای تاریخی و عتیقه‌ای که انجام دادن 3 معبد زازارینا ساخته میشه و خیلی مثالا شبیه به این قضیه ها هست. تو جغرافیای ترکیه رود دجله و فرات هم نشون میدن که در طول تاریخ زازارا بوده و هنوزم همچین منطقی وجود داره و نشون میده که تاریخچه زازارا تا به امروز اومده و هست. بین زازاها و علوی ها رابطه ای هست؟ البته که هست. زازاها نصفشون علوی هستن، نصفشون سنی هستن. از نظر فرقه‌ای به علوی و سنی تقسیم میشن. حتی فکر میکنم درست باشه که بگم زازاها از اهل بیت اومدن و دلیلش هم قضیه کربلاست که اهل بیت و بچه های حضرت علی تو دیلم زازاها پناه گرفتن. زازاها از فرزندان